واقعا هم ساحه معارف یکی از ساحه‌های سرنوشت‌ساز جامعه محسوب می‌یابد و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته برای فراهم آوردن شرایط خوبی تحصیل در مکاتب کشور چاره‌های ضروری را راه‌اندازی می‌سازد. امروز با مقصد مساعد نمودن شرایط تحصیل در شفت مؤسسه ابتدایی رقم 67 شهر ترسونزاده با دستگیری صاحبکاران و ساکنان دهه غرو صنفخانه‌های علاوگی ساخته می‌شود. مکتب میانه 67 انشالله ساختن سر کردیم. 2018 سر کردیم. همین محله دهه غرو پدر و مادران صاحبکاران همه کسا دهقانان دستگیری کرده سای ای دلش چیزی باشه آورده داده سای 1 سوم 100 سوم برای تربیت فرزندشان این نبیرشان این موسفیتای و پنسیونی را آورده پنسیونش قطعی یاردم کرده سای که اینا بعد ما همین ساختمان میمونه. انشالله اینجا یک انا کارگرای و عالما اگر ببرایا ما اونجا خرسند میشیم. گفتم موسفیتای و پنسیونی را ای پنسیش یاردم کرده سای. تشکر زیاد. چند صنفخانه علاوه گرفتید؟ اینجا حاضر ما 9 صنفخانه کرده سیم. با نیت دارم که این طرفتا دو تاگه و پشت این مکتب دا دو تاگه صنف علاوه میکنیم. اینجا با انا علاج باشه اینجا با هسته پشتش دا انا حاجتخانه و کومرخانه هسته. سال اینا تا زمستانه ایرا میپشیم انشالله. سال 19 سپتامبر نیت کرده ایم که با استفاده میسپاریم انشالله. خوانندگان مؤسسه تعلیمی ابتدایی رقم 67 جماعت دهات ریگر دهه غرو از نارسایی صنفخانه‌ها اذیت می‌کشیدند و امسال با اقدام صاحبکاران محلی و ساکنان دهکده یک چند صنفخانه‌های علاوگی ساخته می‌شود تا که خوانندگان در آینده به مشکلی به دانش اندازی فرا گرفته شوند. مکتب بارگاه علم و معرفت و مخزن علم و دانش به شمار می رود. از این خاطر سال تا سال در مؤسسه های تعلیمی شهر و دهات ترسونزاده برای جلب خوانندگان تمام شرایط های تعلیم و تدریس فراهم آورده می شود.